یک سحر алишер صبح از خواب برمیخیزد و راه افتاده و غرق دریای غمان راه سوی کار میگیرد که از نزد دوستش مختار میگذارد و آن را نادیده میگیرد. دوستش فکر میکند که چی باشد. دوستش алишер را فریاد میکند: алишер، اینجا است، تینجی است، از نزدم گذشتی و مرا نادیده گرفتی. ای گفتست: مختار جان، اوزو همقدر سرم گیجه که امشب خواب نبرده است. هر میگه تینجی هست آخه چی؟ ای برادر عزیز، یک جان دارم در دولت روسیه کار میکند. هر شب ساعت 2 شب زنگ میزند. ولی میگه ای تو در خوشبخت ترین آدم نبوده. تو میفهمی همین جیانای من در روسیه هستند کو یگان بار بای من زنگ نمیزنند. ای تو بختی تو بلنده. ای دوستی عزیزم، آخر روز زنگ زند کو این خوب است، لیکن ساعت 2 شب زنگ میزند. مادرم که از بس که کسل است در دهه تا گوشی را فعال میکنم و الله میگن که چند بار دلکف میشم که به مادرم چی شده باشد. بعد دوستش مختار فکر کرده میگوید که ای دوستم، همین برادر جیانی شما بسیار خصیص بوده است. همین بعد نیمه شب در روسیه زنگ‌های تلفنی ارزان میشن، از این لحاظ دائم با تو شب زنگ میزنند. ها بله، همیش زنگ ساعت 2 شب کشید زنگ میزنند. بعد میگم ها جیان تینجی، ای تقا بیا که 4 تا چخ کنیم. آخه میگه ساعت 2 شب ای خواب رفتن در برم. ای خواب آدم خواب در زمستون میره. زمستون همین خیلی حال احوال ندارم. هر شب همین قدر که بابای میفهمونم ای برادر عزیز، آخه ساعت 2 شب آخه منم خواب رفتم در کار، نه بیا که هم چخ کنیم. این همین خیلی حال احوال دارم. از این حال احوال مختار فکر کرده میگوید که دوستم، من چاره‌اش را یافتم. شب دیگر алишер انتظار تلفن دوست جیانش است که جیانش زنگ میزند. алишер: او جیانی تواش، من همین انتظار زنگ تلفن شما بودم. اگر شما زنگ نمیزدید من خودم با شما زنگ میزدم. جیانش: تینجی باشه تاوی تینجی. ای گوه قار تینجی گفته. از کجا تینجی؟ وضعیت به نهایت بده، حال احوالم به نهایت بده. همین خودت باید که پگاه حتما برای من $500 روان کنی که وضعیت به نهایت وزمین شده است. چی؟ الو؟ چی تاغا؟ الو گویم تلفن از کار میموند. بعد این فکر میکند که با فکرم چاره کرد، فکری کردگی ما. از این پس شب دیگر باز ساعت 2 شب خودی تاغا زنگ میزند با جیانش که کنیک گوشی را میبردارد. تلفن میکند که از اون طرف آواز میآید: مشتری زنگ شما را قبول کرده نمیتواند. وی تلفن را خاموش کرده شاد و خندان ندا نمود. چاره کار کرد. 2 شب دیگر نیز او را خواب نبود. شب سوم هرچی باد و باد گویم خود به جیانش زنگ زد و از گوشی چنین پاسخ را شنید: مشتری زنگ شما را قبول کرده نمیتواند.